سلام، شما شنونده اولین شماره از پادکست زبان باز هستید و در این شماره درباره منشأ زبان صحبت می‌کنیم. این سوال شاید سوال خیلیا باشه که اولین بار کی بشر تونست یا خواست که از ابزار زبان استفاده کنه. خب برقراری ارتباط به شیوهی غیر از زبان، یعنی با استفاده از دستها، حرکات چهره، با جیغ زدن یا با کوبیدن اشیا به همدیگه وجود داشته، ولی اینکه از چه زمانی بشر از زبان به اون شکلی که ما امروزه میشناسیم استفاده کرده محل بحث زیادیه. درباره این موضوع فرضیه‌های زیادی هم مطرح شده. افسانه‌ها و داستان‌های تخیلی هم توی بسیاری از جوامع در این مورد وجود دارن. انسان در توانایی تولید صوت و ایجاد الگوهای ساده صوتی اشتراکاتی با مهره‌دارانی مثل پرنده‌ها، پستانداران، قورباغه‌ها و ماهی‌ها داره. ولی آیا اونچه که این جانوران تولید میکنن رو میتونیم بهش بگیم زبان؟ تخمین زده میشه که نوعی از زبان احتمالاً بین 50,000 تا 100,000 سال پیش شکل گرفته بوده. در مورد خط هم میدونیم که در مقایسه با زبان عمرش بسیار کوتاه‌تره، یعنی چیزی حدود 5,000 سال و از هزاران سال قبل از اینکه خطی وجود داشته باشه زبان وجود داشته. به هر حال در این مورد حدس و گمان‌های زیادی وجود داره و در بیشتر مذهب‌ها و ادیان برای انسان‌ها زبان به عنوان یک موهبت خدادادی در نظر گرفته میشه. خب کاربرد اصطلاح حیوان ناطق رو هم که حتما شنیدید در مورد انسان به کار میره، احتمالاً از همین طرز تفکر اومده که ناطق بودن یا داشتن چیزی به عنوان زبان در واقع وجه تمایز بین انسان و دیگر موجودات زنده است. درباره منشأ زبان چند تا دیدگاه مختلف مطرحه. از جمله این که بعضی ها میگن منشأ مابعد و طبیعی داره و در واقع موهبتیه که از جانب خداوند در نهاد انسان قرار داده شده. بعضیا به منشأ طبیعی برای شکل گیری زبان قائلن. بعضیا اعتقاد دارن که بشر در طول زمان و به ویژه در حین انجام فعالیت‌های گروهی و تعاملات اجتماعی مثل کارهای دست جمعی شروع به تولید آواهایی کرده و کم کم زبان شکل گرفته. بعضیا میگن اندام‌های گفتاری بدن انسان در طول زمان نوعی تغییر شکل یا جهش رو یا تکامل رو تجربه کرده و بعد از این تغییرات یک جور سازگاری فیزیکی ایجاد شده و باعث شده که بشر بتونه یک آواهای منحصر به فردی رو تولید بکنن که این آواهای منحصر به فرد زمینه ساز شکلگیری زبان بوده. در مورد این که مثلا نیاز به ساختن ابزار هم زمینه ساز شکلگیری زبان بوده یا اینکه مغز انسان در یک دوره خاصی از تاریخ تکاملش یک رشد عجیب و خارق العاده کرده و یک دفعه نسبت به جثه انسان یک رشد عجیبی کرده و خیلی بزرگتر شده در مقایسه با بقیه پستانداران و این تکامل مغز باعث شده تا انسان بتونه چیزی به اسم زبان رو توی اون مغز بپرورونه و ایجاد بکنه هم هست. دیگه در مورد مثلا منشأ ژنتیکی و فرضیه فطری بودن و اینها هم صحبت‌های زیادی شده. حالا سعی می‌کنیم که یکی یکی درباره این موارد صحبت کنیم. یکی از اولین دلایلی که برای شکلگیری زبان مطرح میشه اینه که میگن زبان منشأ الهی داره. تو همه کتاب‌های آسمانی درباره زبان صحبت شده. این موضوع نشون میده که موضوع زبان همیشه به عنوان یک دغدغه و سؤال ذهنی بشر مطرح بوده که این چیزی که من دارم به کار میبرم از کجا اومده و چطوریه که در شرایط معمولی بدون اینکه من آموزش خاصی دیده باشم میتونم ازش استفاده بکنم. خودم، بچه‌هام، نسل‌های بعدی، پدرم، پدر بزرگم، نمیدونم جدم، همه اون رو استفاده میکردیم بدون اینکه کسی اون رو به ما یاد بده.
حتی بعضی از افراد با این پیش‌فرض که زبان یک منشأ الهی داره یه آزمایش‌هایی هم انجام دادن. توی بیشتر این تحقیقات زمینه غالب اینه که زبان منشأ الهی داره. پس اگر زبان منشأ الهی داره، ما نوزاد انسان رو دور از محیط زبانی قرار میدیم که ببینیم آیا میتونه خودش به طور خود به خودی شروع کنه به استفاده از اون زبان الهی که در نهادش قرار داده شده. یکی از فرعون‌های مصر در حدود 2500 سال پیش 2 نوزاد رو که تازه به دنیا اومده بودن برای مدت 2 سال در انزوا و به دور از محیط انسانی قرار داد. نزدیک این بچه‌ها چند تا بز و یک گوسفند لال فقط زندگی می‌کردن. بعد از 2 سال که گذشت، این بچه‌ها هیچ کلمه مصری به زبون نیاوردن. ولی چیزی که تولید می‌کردن شبیه بود به تلفظی مثلا بکوس. اون موقع گفتن که آهان این کلمه در زبان فریگی یعنی نان و این موضوع باعث شد تا فرعون نتیجه بگیره که زبان اولیه بشر زبان فریگیه. حالا زبان فریگی چیه؟ یک زبان باستانی که در نزدیکی هایی با زبان یونانی داره و زمانی هم در منطقه‌ای که ما امروزه بهش میگیم ترکیه صحبت میشده. و اصلا اون زمان هم اون زبان دیگه یعنی یک زبان قدیمی بوده حتی در اون دوره‌ای که این آزمایش انجام شده. خب روی این موضوع خیلی بحث هست و کل این نتیجه گیری رو به یک دلیل کاملا ساده زیر سوال بردن. چرا؟ چون همونطور که میدونیم پسوند اوس در آخر این واژه یه جور پسوند یونانیه که چون با فریگی هم نزدیکی هایی داره، پس اونم همون پسوندا رو داشتن. اوس یا کوس آخر هجایی هستش که آخر بعضی از کلمات یونانی دیده میشه. اگر این هجای آخری رو برداریم از اون کلمه بکوس، فقط یک ب باقی میمونه و به نظر میرسه از قرار این ب چیزی نیست مگر صدای بز. شاه جیمز یکی از پادشاهان اسکاتلند یک آزمایش مشابه رو در حدود 1500 سال پیش تکرار کرد و نتیجه گرفت که بچه‌ها به دور از محیط زبانی و به طور خودکار کلمه‌های عبری رو به کار میبرن و بعد نتیجه گرفت که عبری زبانیه که خداوند در بهشت با انسان به واسطه اون زبان صحبت کرده. دیگه اینکه یکی از پادشاهان مغول که اسمش اکبر کبیر بوده در یک آزمایشی میاد چند تا نوزاد رو توی یک محیطی قرار میده و دستور میده که هیچ کس در اطراف اونها صحبت نکنه. این بچه‌ها یعنی در سکوت بزرگ میشن. بر اساس نتیجه این آزمایش بچه‌هایی که تو سالهای اولیه زندگیشون در انزوا و به دور از ارتباطات انسانی رشد میکنن اساساً بدون زبان بزرگ میشن و توانایی چندانی در برقراری ارتباط زبانی نخواهند داشت. این نتیجه به داستان ویکتور آویرون شبیه. ویکتور یک پسر 12 ساله بوده که در حدود اواخر قرن 18 توی جنگل پیدا شده بوده. اون اهل فرانسه بوده، روی 4 دست و پا راه میرفته، از گیاهان تغذیه میکرده و روی بدنش هم نشانه های زیادی از خراشیدگی و زخم و اینها بوده. هر بارم که میگرفتن میآوردنش، یعنی شکارچیا پیداش میکنن میارن در جوامع انسانی که بیاد در بین انسانها زندگی بکنه، ولی اون هی فرار میکرده و مرتب برمیگشته به جنگل. یعنی چندین بار این اتفاق افتاده بوده و غم انگیزه که ویکتور هیچ علاقه‌ای نداشته که در بین انسانها حضور داشته باشه. البته داستان‌های زیادی در مورد بچه‌هایی که دوران کودکیشون رو در انزوا گذروندن وجود داره. حالا در مورد اون یک اپیزود خواهیم داشت. در عصر روشنگری، زمانی که خیلی بحث وجود داشت که دقیقاً چه چیزی هست که انسان رو از حیوان متمایز میکنه، یکی از مهمترین عواملی که مطرح میشد توانایی یادگیری زبان بود. تلاش‌هایی هم می‌کردند تا چیزهایی برای برقراری ارتباط با دیگر انسان‌ها به این ویکتور آویرون بهش میگفتن، بهش آموزش بدن، ولی او پیشرفت چندانی از خودش نشون نمیداد.
خب مثلا داستان دیگه که اصلا یک داستان معروفی در مورد دختری به نام جینی وجود داره که امریکایی بوده و او هم تا 13 سالگی در انزوا بزرگ شده بوده و توانایی زبانیش خیلی محدود بوده. به این بچه ها که از سن خیلی پایین در محیط های دور از انسان ها بزرگ میشن اصطلاحاً میگن کودک وحشی. معمولا هیچ فرد انسانی از این بچه ها نگهداری نکرده یا خیلی کوتاه مدت در بین انسان ها بودن. تعاملات انسانیشون خیلی ضعیفه و بهره‌گیری از زبان رو هم به شکل محدود تجربه میکنن و تا حالا چندین نمونه اثبات شده از چنین کودکانی وجود داشته. داستانهایی هم هست که میگن بعضی از این کودکان توسط حیوانات بزرگ شدن. به هر حال از روی شواهد مربوط به مطالعه بر روی این بچه ها اینطور نتیجه گرفته میشه که چیزی به اسم زبان خودکار وجود نداره و یعنی که اینطور نیست که ما یک نوزاد انسان رو در یک محیط دور از انسانهای دیگه نگه داریم و بعد انتظار داشته باشیم که اون نوزاد بتونه صداهای شبیه زبان تولید بکنه، چون حیوانات کم و بیش این توانایی رو دارن. یعنی اگر یک حیوان مثلا بچه گربه رو دور از گربه های دیگه نگه داریم، اون همیشه همون صدای میو میو رو در میاره. حالا البته استثناءاتی در مورد بعضی از پرنده ها وجود داره، ولی نوزاد انسان ممکنه صداهایی در بیاره، ولی صداهایی که در میاره شبیه صداهای دیگر انواع گونه خودش که انسان ها باشن نیست و نمیتونه زبان رو به دور از دیگر انسان ها تولید کنه. خلاصه این که اگر بگیم که زبان انسان یک منشأ الهی داره، در صورتی که انسان سالهای اولیه زندگیش رو دور از محیط انسانی باشه، راهی برای بازسازی اون زبان الهی که یک زبان منحصر به فرده وجود نداره. منشأ دیگه‌ای که برای زبان در نظر گرفته شده منشأ طبیعی بهش گفته میشه. این منشأ چی میگه؟ میگن که این دیدگاه میگه که زبان منشأ طبیعی داره، یعنی بشر برای تولید اصوات زبان از صداهای موجود در طبیعت کمک گرفته. نظام شنوایی انسان قبل از اینکه به دنیا بیاد و در حدود 6 ماهگی جنین کامل میشه. این ظرفیت پردازش زود هنگام به جنین انسان کمک میکنه تا کم کم بتونه صداهای محیط رو تشخیص بده. برای همینه که میگن جنین انسان به محض تولد به صدای مادر و پدر خودش واکنش نشون میده، یا اینکه بعضی از نوزادان با صدای موسیقی که در دوران جنینی شنیدن بهتر به خواب میرن. همین موضوع باعث میشه این ایده مطرح بشه که اولین واژه‌هایی که انسان‌های اولیه یا پریمیتیو ها به کار بردن تقلیدی از صداهایی بوده که در محیط پیرامونشون میشنیدن. یک زبانشناس دانمارکی به نام اوتو jespersen در کتاب ماهیت، توسعه و منشأ زبان که اون رو در سال 1922 نوشته، این ایده رو با عنوان نظریه باوواو مطرح میکنه. باوواو تقلیدی از صدای سگ در فرهنگ اروپاییه. شاید ما اگر بخوایم ترجمه تحت لفظی بکنیم بگیم مثلا نظریه واق واق یا هاپ هاپ، که البته خیلی جالب به نظر نمیرسه. حالا طبق این نظریه باوواو میگه که اول اینو بگم، خواستم این نظریه رو عنوانش رو ترجمه بکنم و دنبال این بودم که ببینم ترجمه تحت لفظی فارسیش چی میتونه باشه. بعد لغتنامه دهخدا رو که باز کردم دیدم برای صدای سگ در فارسی مثلا صدای وق وق، او او، هاف هاف، هاپ هاپ و همه اینا نوشته. بعد زر رفتم جلوتر دیدم یک کتابی هم هست به نام وق وق صحاب که خودم با توجه به سابقه‌ای که از صادق هدایت تو ذهنم داشتم فکر می‌کردم مثلا یک جور ناسزا باید باشه. بعد دیدم که نه، این اسم یه جور اسباب بازی بوده که با تکون دادنش یک صدایی تولید می‌کرده. حالا کتاب جالبی هم باید باشه چون انتقادی و در این حال طنزه و کلی هم غلط املایی ظاهرا توش به کار برده. بعد دیدم که نه، این اسم یه جور اسباب بازی بوده که با تکون دادنش یک صدایی تولید می‌کرده. حالا کتاب جالبی هم باید باشه چون انتقادی و در این حال طنزه و کلی هم غلط املایی ظاهرا توش به کار برده.
به هر حال ما به احترام آقای یسپرسن همون نظریه باوواو رو به کار میبریم. اما این نظریه چی میگه؟ میگه که انسان اولیه با مشاهده طبیعت و شنیدن صداهایی که در طبیعت وجود داشته سعی میکرده تا برای برقراری ارتباط از اون آواها کمک بگیره و با تقلید اونها یک پیامهایی رو تولید کنه. خب این هستش، این واقعیت وجود داره که توی همه زبانها یک آواهایی هست که ما رو به یاد آواهای موجود در طبیعت میندازه. مثل همین صداهایی که ما برای حیوانات تعریف میکنیم، مثل میو میو، قوقولی قوقو، یا مثلا اسم اون پرنده‌ای که صدای کوکو در میاره اسمش هم کوکوه. صداهای دیگه‌ای هم هستن در طبیعت، مثلا صدای شرشر، خورخور و خیلی از واژه‌ها هستن که الگو گرفته از طبیعت هستن. تو انگلیسی به این کلمات میگن اونوماتوپیا و توی فارسی هم ترجمه شده نام‌آوا. البته که تعدادی از واژه‌ها در هر زبانی این ویژگی رو دارن، ولی خب تکلیف بقیه واژه‌ها چی میشه؟ مثلا چطوری میشه با استفاده از این نام‌آواها بیایم درباره یک شاخه زیبای درخت صحبت کنیم؟ چطوری میتونیم مثلا یک مفهوم انتزاعی مثل زیبایی، راستگویی یا عشق رو با استفاده از نام‌آوا توضیح بدیم یا براش یک اسم بسازیم؟ دیگه اینکه مثلا زبان فقط اسم اشیا یا مفاهیم نیست، ما صفت داریم توی زبان، فعل داریم و این صفت‌ها یا فعل‌ها لزوما هیچ کدومشون شبیه این آواهایی که ما توی طبیعت اطرافمون می‌بینیم نخواهند. یه نظریه دیگه هم بعداً مطرح شد، بهش گفتن نظریه پوه پوه، که یسپرسن توی یک موقعیت دیگه همین بحث رو ادامه داده و این نظریه رو میاره. میگه که کلمات زبان از آواهایی که انسان در موقعیت‌های احساسی تولید میکنه شکل گرفتن. صداهای طبیعی ناشی از عواطفی مثل درد، خشم یا لذت. بنابراین احتمالاً صدای آخ شبیه به یک موقعیت دردناکه، یا مثلا صدایی مثل اه، اوه، اوق، وای و اینها رو مثلا میشه به یک همچین نظریه‌ای نسبت داد. ولی باز هم این حرف‌ها نیاز ما رو به اون چه که میخوایم نمیتونه جواب بده. این سوال مطرحه که این آواها چه درصدی از واژگان یک زبان رو تشکیل میدن؟ میدونیم که زبان 10,000 واژه داره. آیا میتونیم بگیم که منبع همه اون واژه‌ها از همین صداها هست؟ خب یک دیدگاه دیگه که در این مورد مطرحه میگه که تعاملات اجتماعی یا جنسی از کار کردن باعث شده تا انسان‌ها در کنار همدیگه یاد بگیرن که شروع بکنن به تولید صداهای گروهی و اون صداهای گروهی کم کم مثلا پایه و مایه شکلگیری زبان شدن. Water sailor just come from Hong Kong. Jimmy way, hey, blow the man down. If you give me some whiskey, I'll sing you a song. Give me some time to blow the man down. Hello? Hello? The break of the poop. Jimmy way, hey, blow the man down, or I'll help you along. یک نظریه‌ای در این مورد هم گفته میشه، بهش میگن یو هه هو. توی فارسی ما بهش میگیم کارآوا. کارآوا چیه؟ صداهایی که انسان‌ها در هنگام انجام کار، به خصوص کارهای سنگین یا کارهایی که طولانی هستن و چند نفر در کنار هم می ایستن یا میشینن و اون کار رو انجام میدن، تولید میکنن. انسان‌های اولیه موقع بلند کردن و جابجا کردن مثلا قطعه‌های بزرگ چوب یا حیوانات عظیم الجثه‌ای که شکار می‌کردن، یک صداهایی رو تولید می‌کردن یا یک جور آواز می‌خوندن. به این کارآواها موسیقی کار هم گفته میشه. هنوز همین امروزه هم نمونه‌هایی از این کارآواها وجود داره. مثلا قایقرانانی که دست جمعی پارو میزنن یه چیزی رو با هم میخونن. معمولا هم یه نفر لیدر میشه، یک نفر مثلا رهبری میکنه، یک چیزی میگه و دیگران در جوابش یک جوابی میدن.
بنو قیمره اوسالی. مثلا حتما باید دیده باشین توی کارهای دستی توی نمدمالی یک آوازی خونده میشه یا قالیبافان یا کشاورزان و خیلی از شغلهای دیگه که به صورت گروهی انجام میشه و کارهای دستی و یدی محسوب میشه، این آواها یا اصطلاحاً کارآواها وجود دارن. به هر حال نکته این نظریه کارآواها اینه که انسان‌های اولیه به طور مشخص این صداها رو در هنگام کار و به صورت گروهی تولید می‌کردن. این موضوع هم باید در نظر داشته باشیم که حضور در جمع باعث می‌شده تا خطرات کمتری متوجه گروه‌های انسانی باشه. وجود تعاملات اجتماعی بین انسان‌های اولیه از طریق تولید صداها اهمیت زیادی داره، ولی نمیتونه نشون دهنده منشأ زبان باشه. انواع میمون‌ها و نخستی‌ها هم به صورت گروهی زندگی می‌کنن و یک صداهایی هم برای ارتباط برقرار کردن با هم تولید می‌کنن، ولی هیچ وقت ظرفیتی برای توسعه زبان از خودشون نشون ندادن. حالا نخستی‌ها کی هستن؟ نخستی‌ها یا پریمیتیوها از راسته پستانداران هستن و خانواده بزرگ میمونسانان که انسان هم باشه در این دسته قرار میگیرن. البته وقتی توی این بافتی که الان هستیم در مورد نخستی‌ها صحبت میکنیم و به انسان اشاره میکنیم، منظورمون انسان‌های اولیه هستن و در بحث‌های مربوط به تکامل معمولاً از این اصطلاح نخستی‌ها زیاد استفاده میشه. در تولید این اپیزود از این منابعی که نام میبرم استفاده شده. کتاب دنیل اورت چاپ سال 2017 با عنوان How Language Began: The Story of Humanity's Greatest Invention. کتاب فیلیپ لیبرمن مربوط به سال 2007 که با عنوان Current Anthropology و مقاله The Evolution of Human Speech, Its Anatomical and Neural Bases و کتاب جورج یول چاپ سال 2020 The Study of Language که چاپ دانشگاه کمبریج.